عرض سلام خدمت تمام بیننده عزیز. امید که هر جای دنیا کسی جور صحتمند باشه. یک سلام جداگانه تقدیم به آن و دوستان ما که از خارج کشور ما بیننده هستند از مستطیل پاور حمله. امروز آمدیم پیش حاجی صاحب بشیر که به حساب گرگ، پشک و غیره دیگر چیزها میخوایم ازشان معلومات بگیریم و چی رو گرگ‌های داره، خوراکشان چی است و چی رقم در سرمای زمستان در کجا نگهداریشان میکنه. تمام معلومات از حاجی بشیر خودشان برای ما میده. بریم نزد حاجی بشیر تا معلومات بیشتر بگیریم. دوستان عزیز، قسمی که پیشتر هم گفتیم که حالا آمدیم نزد حاجی بشیر. سلام علیکم حاجی صاحب، خوب هستین؟ صحت خوبه؟ بخیر هستین؟ صحت سلامت؟ شکر سلامت. حاجی صاحب اگر کدام گفتنی داری یا سلام علیکم کمره ما در خدمت است. اگر خانجان قم یک سلام خاص به شما، یک سلام خاص به تمام میشوقیات دوستا و تندارا که چی داخل کشور است چی بیرون از کشور است، خاص یک سلام حاجی بشیر برسه برشان. علیکم السلام دوستای ما هستن حتما لایک میگیرن. خیر ببینی حاجی صاحب سلامت باشی. حاجی صاحب ما امروز آمدیم به حساب خودت تا گفتی شوقیای گرگ و پشک یای که نگاه میکنن دیگه برای ما معلومات بده چی نوع گرگای دارین، چی نوع است، خوراکشان چی است دیگه. این معلومات هم از خودت میخواستیم حاجی صاحب. با سر چشم بیادر بسیار خوش آمدی، بخیر آمدی. خوش باشی حاجی صاحب. دیگه بیادر قم چی رقم پرنده و حیوانات را که خدا پیدا کرده پیش ما موجود است. بشک والا حاجی صاحب. دیگه در باغ شکردرام شاید برنامه مرا دیده باشی. برنامه ما دنبال کرده و باغ هم بسیار گرگ دارم، حیوانات دارم. دیگه در این جامعه از دوکانای مشهور سه دوکان از خودم است. تمیه رقم پرنده و حیوانات کار شوقی و تندار کارش باشه ما در خدمتشون. حاجی صاحب ما خودمون که فعلا تا یک کمتم شوقی گرگ هستیم. از این سر گرگ ها شروع میکنیم. بخیر معلومات بده کدامش چه رقم است، از کجا آمده. بسر چشم بیا اینی که از پاپیای تاجیکی میگم. تاجیکی پاپیای تاجیکی است که بسیار همه تو بگپ هم است، تعلیمی هم است، بازده حساب خانان بسیار بیدار است. با حساب نگهداری و خاطر بزادیزی یا نگاه میکنن جانا دیگه بسیار بیدار است. یکی دیگه نمی خوراک از یا کس نمی اینجا ما خود خانه میز دیگه نمی دوکان است دیگه نمی کلای پای مرغ میتیم کیلوی 20 روپا 30 روپا میده یعنی کلش 15 کیلو میاره می دیگر برش مندازه. یعنی مکمل خوراک نمی کلا یک مرغ پای مرغ یا سکه خوراک باز میتونن شوقیا و تندورایی که مثلا از ما خریداری میکنن در خانه میبرن ایرانان شروع ترکدام که بتن مشکل نیست. یعنی در خوراکشون نمی خوراک عادیه نمی شروع یا ترکدام به نمی چیزا مختصر فانجان خیلی. بسیار خوب حاجی صاحب. دیگه باز قیمت از این چند میره حاجی صاحب؟ فانجان خیلی شوقیای ما که بخواین بخرنش قیمت از این چند؟ قیمت از این گلال عرفان قند یک 8000 افغانی است. 8000 افغانی ها 8000 افغانی بالای نداره دیگه. نه خب یا مزمی این مدل است یا مزمی است این نرش از اون مادهش است. خب بسیار خوب یا دولمه خوب خشن پسر ما هست دیگه جان. این دیگه گرگای روسی است. خب بسیار روسی است جانا. دیگه ای هم بسیار بیدار است، بیا کار نداره دلاور مقصد حاجی صاحب ما میترسیم بیادم بشی نمیکنم بستی میکنم این جفت تعلیمه کار نداره دیگه هم بسیار تعلیمی است. اون جا صاحب شونه بکنه بس این هم بسیار عرفانجان بگپ هم از خود تعلیمی هم است. خانان بسیار بیدار است. اطور است که جگرد پیش ماست از 50,000 افغانی تا 5000 افغانی ما گرگ دارم به خاطر که بازار است. یک نفر میگه گرگ تعلیمی خوبش کار داره، یک نفر میگه به نگاوانی خانه بده. دیگه باید در دکان هر رقم گرگ پاپی باشه. که بر تقاضای دوستا هر چی که باشه که برش تقاضایش فراهم کنی. باز قیمت از این چند میاد؟ قیمت از این دیگر فنجان قند یک 5000 افغانی است. خب بسیار خوب بسیار یک قیمت پایان است دیگه. با جور آمد. با حساب نگهداری یا خانه دیگه خوب خشن و معلوم میشه. دیگه خودم ما ترسان میشه. بیا بالا شو بیا. حاجی صاحب می گرگه که دیگه تا چشمای بسیار یک این فنجان قند این کس چیچای آسکیسته. خب بسیار خوب. کدوم رازی یک چهارماه چیچگک است مگم بسیار بگپ از خود تعلیمی است. نه مرا بسته آفرین بسیار بگپ است. خودش دست میتوان بسیار یک لوکس چشمکایش بسیار همه تابیگه که مقبوله. یا کس آسکی میگن آسکی های مالاموک است یا در اصلش روسی است. بسیار خوب. دگان فیلم ها دیده باشی دگان بحر برف
کراچی ها را که کش میکنن ای از اونمون دو دانه در شروع اصلا دیگه بسیار رنگ نسل بالاست. چشم بابیش هم داریم دیگه. چایش هم هست باز در باغ از تو در خانه است پیش اومد تو کدام وقت با فرصت پیدا کردی بیا بخیر یک حتما چرا نه حاجی صاحب باز میایم بخیر باغ تمام پرنده و یار فامیل و دوستان مؤلف تا یاش نشان میدیم. باز قیمت از این چند حاجی صاحب؟ قیمت از این فنجان قند دیگه 15000 افغانی است. خب خوب است. والا این خصوصیات را که داره 15000 افغانی به حساب شوقی ها یه چیزی نیست. نه اون نفر که شوقی باشه میخره دیگه که شوقش باشه. شوقی باشه 1000 2000 تا بالایش نمیگرده. فنجان قند اینجا میبرد شیپر دارم. شیپر چی میشه؟ فنجان قند این جوار است. در کابل که شوقی نیست. در ماشی پر میشه که تو برگام دباغ یک 15-20 دانه دارم و تمام دوستا شوقی آورم است. جمع دباغ برگای خودش داره که نمی کرده امروز دارم یک نفر آورده زنگ زده بود از ایراد میاد از ایراد میاد پشت گای کابل بگیر با من خاطر من دوکان آورده با نفر میاد اون نفر همید دیگه گرگای جرمانشی پر میگه فول پاسم پشمی این دیگه هم کریز آنها کنه میگه دیگه زیاد میشه. خوب اما تو بانجرا آره که یادم داشته فول پشمی میشه. دیگه گرگای جرمانشی پر میگن بلک فیس این بسیار یک نسل بالا سرفنجان کن. معلوم میشه از اون چهره شویاش بسیار یک چهره خشن هماتر خودشون خوب زلال معلوم میشه. بسیار یک نسل بالا سرفنجان کن. باز قیمت از این چند میاد؟ چند فروخته شوی فعلا نبی گرگا؟ یار فنجان کن دیگه کتنی نفر ایراتی گپ زده $800 $800 گفت ما میایم از ایراد شاید امروز همین عملا یک بجه دو بجه شاید برسه گرگا که دین روز حرکت کرده بود شام دیگه اونم میاد باز غیره که وطندار شوقی ها که بیا آمده 5000 2000 یک شوقی وطندارا را هیچ وجه او آدمایی که شوقی هم باشه انسان هر کدامش هر شوق داره یکی به حساب حیوانات یکی به حساب پرنده یا یک بعضی شوق خاص خود است. بازم اون شوق یک چیزی که داشته باشی حاجی صاحب بیکی به هر قیمتی که تمام شو میگیونه اون باید باشه میگیره میشه. اینجا دیگر فنجان قند پشکاست بریم پشکا را قند میگیره که بسیار یک پشکای عزیز سفید و بسیار مقبول. دیگر فنجان قند اینی چوچای پشک است. دیگر پشکای پیرشن میگه که بسیار یک نسل بالاست. من یک دانه شد پیشید دیگه یک دوتای شما برای کشم اینا دیگه کمی دوستا ببینه بسیار یک چیزه که انتیک دیگر فنجان قند اینی که از دو چشمه است خب یک چشمش یک رنگ است یک چشمش رنگ است دو چشمه است دیگه اینی که از در فنجان قند یا چشم آبی است دیگه پشکای پیرشن است هر دوست هر شوقی وطندار باشه که پیشم است چشمش رنگ است این هم چشم آبی است چشم آبی است او چشم آبی است فنجان قند دیگه این از اینی چا همین دوستا شوقی ها وطندارا آوردیم یا چه وقت است کویسه فنجان قند یا دیگه یک 2 ماه شدن 2 ماه شده ما اینجا 5 ماهش آوردیم به می شوقی ها وطندارا دیگه 4 ماهش هم است 3 ماهش هم است 2 ماه داریم دیگه بسیار پشکای بالا به نام پیرشن میگن یارا بسیار چیزا که انتیکی که در خانه نگاه کنی یکی همه تو زیادتر پیش ما که میاد دختر خانما میآید بسیار خوب جان فنجان بسیار دختر خانما میآید با چیز است که دانمو خانه که دمو خانه که زندگی میکنی بیادر دانمو جا که سیاست که طفل که کلان مهر است مثال یک طفل به تعلیم بیتونه اما تو در خانه کلان میشه بسیار خوب میریم پیش از پشکای سیاه حاجی صاحب جانبان میکشیم جان این فنجان قند اینی که هست 4 ماهیش است از همون مدل است از همون اصلا یک ذره کلانش است این تو چشمه است اونو میبینی یک چشمه دیگه ذره کلان بسیار یک نسل بالاست بسیار یک چشمکای هم لبس تایت داره دیگه اینی که هست پشکای کناین میگن پشکای کناین است دیگه این کناین از کجاست یا باز؟ یارا دیگه ما از طرف تاجیکستان وارد میکنیم بسیار یک بکی هم تو بنجرکا و یا ورسته که پشکا
یا دیگه بسیار اصل بالاست دیگه آه بسیار یگان پشکای گودیگکا یا کس که نگاه میکنه دیگه اونم آورد باز قیمت از میگه که چند است قیمت نمی دیگه 10,000 افغانی است 10,000 افغانی دیگه یارم دیگه طبقه اونا زیادتر استفاده میکنن و زیادتر میبرن بسیار یگان شوقی ها هست که باید اون طبقه اونا رو نگاه میکنم پشککا و گردکا یا زیادتر ما خرید فروش میکنیم پشک میکنیم به خاطر همین شوقی پشک زیادتر است شوقی پشک زیادتر است ولی دیدم در زیاد خانواده دوستام هست که همه نگاهی کردن پولی خود نگاهش میبرن برای جای بسیار همه طلوت دیگه والا بسیار یک چیزا که انتیک هم هست من خصوص سینمی که مرا بخی خوشم آمده است یک دیگهش هست که پشک هست هیچ چیز نداره کدامش هست؟ خانجان قند اینه خب این پیرشن است میبینید این بیخی پچک است دیگه پوز نداره بیخی یک چیز انتیک پیشور نخراجی سر در یک جای اگر بانیش کلگی خیال ساختگی هم مصنوی میکنه شب بسیاری مردم میگه این ساختگی است باز خوراک از این پشکای تان چی است سازیان؟ این دیگه غذای از یا که است دالفیت است کنم میگم ما غذایش هم داریم یکی دویم دیگه هر دوست در شوقی که در خانه مثلا میرم میتوش دیگه تخم جوشاندام میخوره دیگه گوشت مرغ هم میخوره این همین چیزا خوراکش است زیادتر باز غذای خودم میخوره زیادتر غذای خودش باشه برشون بهتر است چند رقم تام به او گپ میشه دیگه غذایشون در خارج آماده میشه یا همینجا هست یک دوستا یا کارخانه‌اش نه از همون طرفا وارد میکنن از طرف ازبکستان پاکستان این طرفا از ایران وارد میکنن میارن باز آجی صاحب این پشکا یا همین گرگایی که هست پیشتان باز در زمستان در فصلای زمستان در کجا نگهداریش میکنه در اینجا برشون کدام مشکل نیست یا یخ نه نه اینجا دیگه دکانا را جور میکنیم برای شب و روز بخاری چالان است به یک تاپ به یک سر نگاهش میکنیم بسیار خوب یعنی بخاری یا همیشه همه چیز اجازه مسلکی بود شوقی بود دیگه خب باید چیز نمیمونه سر سیستمش نگاه میکنیم ما خاطر سوال کردم دوستای ما شاید سوال برشون خلق شود که در کجا نگهداری میشه در زمستان کوشش کن هر دوست هر شوقی وطندار که نگهداری میکنن باید در زمستان جایشان مثلا اگر در خانه است اگر پشک از در خانه است یک دالزک دانشه اگر مثلا گرگ خریداری میکنن در اون بغل کدام اولی یک خانگک برش دیگه که زیر پایش تر نشه یک چیزه کپر خلاص دیگه کدام مشکل نیست یک فرش مرشک یک فرشک آواش و بازی خانه گرگا که در اولیای دوستا یا که دیدیم یا یگان جایی که دیدیم زیادترش اوی پنجره‌ای است نه اما تو سیخکی بازی برشون کدام مشکل نداره نه مشکل نیست فقط همی یک دفعه صبح یک دفعه دیگر بکشش یک 10 دقیقه 15 دقیقه چکر بکش کدام مشکل نیست بسیار خوب آجی صاحب گفتی پرنده باب هم داریم پرنده باب هم داریم آجان بریم یک چند دانش سیل میکنیم آجی صاحب فعلا آمدیم در دکان پرنده گان یا پرنده باب دیگه ما خودم همه قدر شوقی توتی هست قدر خوشم میاد دیگه اول از انتر توتی هاش رو میکنیم آجی صاحب دیگه فنجان خلدونی توتی های هست یا زیادترش رام است گپ میزنن مثلا از چیچگی نگاه میکنی کلان میشه کل تربیه که ما رقم که گپ میزنی که توی کلان اونمو رقم گپ میزنه یک رقم از این هست که جنگلیست دیگه مثل بشوق است یک رقمش هست که خانگیست از شکلی نگاه میکنی گپ میزنه بازی نمی چوچه توتی باز اونمو رو تربیه میکنی نه چیش باشه باید کلان شود باز اونمو قیمتش چند میه که اونمو باشه که رام میشه که کلان میشه پس اونم گپ میزنه تربیه شود قیمتش دیگه دمای جوزا میایه یک ماه 20 روز میاد دمای جوزا دیگه قیمت‌ها از 80,000 تا افغانی است موضوع که کلان شود در تربیه میگی گپ میگی با قیمتش که گپ دیگه 20,000 25,000 افغانی قیمتش آجی صاحب اینی کفتر است نه؟ این هم کفترهای جاغوری میگن بسیار یک شیپک همه تنتیک داره جاغورش هستای که پوندیدگی است این دیگه هرچی مثلا در این اولی کلان باشه چمن باشه هرچی کلایش کنی این به نام کفترهای لاوری میگن جاغوری بسیار خوب با قیمت‌های از یا چند است با قیمت‌های کفترهای دیگه زیاد تفاوت داره یا قدر تفاوت نداره نه این دیگه همین مقبولیش بین همیست که کلان است که جاغورش هستای که اون شیپ دیزاینش مقبول است دیگه بین همین خاطر یک در از این کفترها که در قیمت‌ها زیاد چند میاد قیمت از این نام از این کفتر چیست کفترها چی جاغوری لاوری از قیمت جاغوری لاوری چند است دیگه قیمت‌ها از این دیگه 4,000 افغانی است دوره
4000 افغانی. بازی کفترای از این ساده یعنی دوستای با که به حساب می پرادن شیا اما خوبترینش کدام است در چند می افغانان هم دمی کفترای وطنی از 1 لک افغانی بگی تا 200 افغانی کفتره. از 1 لک افغانی تا 200 افغانی کفتره. اما قیمت ترین کفتر که خودتان داری کدام است باز؟ قیمت ترین کفترها دیگه فعلا اینمی کفترها است که مورد شده. اینمی کفترهای از 4000 5000 که یا زیادتر زینتی است به خاطر نسل چگیری مردم از پای شما میبره دیگه نگاه میکنن. بسیار خوب. استاد جان کناری هم داره اینا خود؟ کناری هم داریم. اینیا کناریست اینا. اینیا که سرفان قند کناریست. سرخ هم زرد هم سفید هم سر رقم است. ما دوباره کناری ها قدر نمیفهم سر 2 دانه بر من مامان توفه داده بود کلیموی چپاپر بود ولما قرمه فهم کولو را که پیش من نگاه کردم یک چند وقت خوام دیگه درست نگهداری نشد این وقتش از پیش مرد دیگه این کناریگه کوئی نارنجی است دیگه نه یا ایرانی است دیگه. ایرانی است ایرانی است جان آسمان. بازی قیمتش چند است حاجی صاحب؟ قیمت ها زیاده که ساده است. اینم 2000 1500 افغانی 1200 1000 اینم قیمت هایشان است. بازی ها چه وقت است حاجی صاحب؟ یا دیگه چچگک های امسال است. چوچای امسال است که سال گرفته امسال است که نو چچگیری امسال شده. حاجی صاحب این دوستایی که ما میخوایم که کناری چچگیری کنه کدام فصل خاص داره نه کناری؟ اما کدام وقت میتونه که چچگیری کنن و کناری والای هم که حساب است که کمی دو تیم داره. باز وقت مردم ها است در مای جوزا سرطان جوره میکنه. باز مردم ها است دیگه در این مایایی که کم هوا سرد میشه در این وقت جوره میکنه. دیگه کناری بخاطر که زیادترش در زمستان مستی میکنه جوره میکنن زیادترش در بهار. بسیار خوب حاجی صاحب. دیگه توتیگکای تاجدار است. توتیای تاجدار بازی هم گپ زدن میتونن حاجی صاحب اگر تربیشن یا نه یا هم گپ میزنن دیگه یا هم گپ میزنن. بازی ها تاج دارد به حساب زینتی که در خانه در باغ نگاه کنی بسیار آمد نزدیک رنگک لیمویی بسیار یک تاجک آمد خوبتر لب دیگه حاجی صاحب یا چی هستن؟ او هم توتیستن یا هم توتیستن یا کجا هستن؟ یا را به نام توتیای کرش میگن. کرش میگن که ده اصلش یا انگلیس است. توتیای انگلیس است. باز قیمت از توتیای انگلیس چند میاد؟ دیگه 3 4 رنگ داره دیگه 4000 افغانی 3000 2500 2000 قیمت به رنگش است. رنگ بالاتر داشته باشه مقبول باز قیمت از کدام رنگ زیاد قیمت است؟ زیادتر این رنگ زردش قیمت است. زرد سبز تیز باشه او قیمت است. دیگه اینمی دیگه اگر رقم آسمانی میگم این زیادتر قیمت است. حاجی صاحب قسمت که دوستای ما میبینه اینجا مرغ هم نگاه کردین؟ مرغ هم است دیگه دکان است. این مرغ چه رقمی مرغ است؟ مرغای جنگی است که بالا نفرات به حساب جنگ نگاه میکنن نه؟ لالا جان قند این مرغای وطنی چگک است. طرف هم قره‌باغ طرف دند شمالی بسیاری شوقی ها و تندارا دوره میکنن مرغای خوبتر نسل میگیرن. باز ما میریم از اون طرف شمالی میاریم. چگک کلنگیست است. کلنگیز یعنی بیام به حساب از اون جنگ دیگه. قیمت از این مرغا با شوقی نگاه میکنه. باز مردم به جنگ نگاه میکنه. قیمت از یا با چند حاجی صاحب؟ قیمت از یاد لالا جان قند اینمی که قیمتش از 4000 افغانی است. اینی باز ماکیانش است. او به حساب چشگیری است. دیگه به حساب نسل. حاجی صاحب قسم که تا جایی که من معلومات دارم کم زیاد همین مرغای کلنگی هم بسیار یگانش قیمت بالاتر میداشه تا 1 لک. والای قند دولت جمهوریت کبوش یارم جنگ من داخل می شوقی ها. همین نسل خوبش که باشه جنگ میکنه به این پیش داره پیش مرش میشانند. بازی که جنگ نمیزنه قیمت ها از وا بالاتر است. که به خانه به باغ مثلا در این نگاه میکنی در مادر این حساب شلایدت با این ارزانتر تمام میشه. خب سلامت باشی حاجی صاحب. خیر ببینید پرنده ها یا اجازیات است اما به خاطر که وقت برنامه ما فعلا کم است دیگه مجبور هستیم که خداحافظی کنیم. جالب بسیار صحبت های شیرین با همدیگر داشتیم. ما در خدمت دیگه باز بخیر در فصل های زمستانی یا مدل های جدید گرگاو یا کامت باز ما خیر بازم مدائمتان میشیم. ما در خدمت هستیم. اینمی چارایی تایم هستن مشکل 3-4 تا دکان شکر خداست. خدا مخ بخیر از زندگی بود. از این باد چای آسکی میاریم چای جرمن شکر میاریم چای بنجر میاریم. از این باد دیگه فصلش هست که از کشورهای خارج این طرف ها
انتقال میتیم میاریم دیگه. باز بخیر اونم بایشو هستیم دیگه. باز زنگت صحیح ساجی صاحب بخیر. مدل‌های جدید از گرگ و کنری و کفتر و شکک‌های معقول کاوردیم. ما اگر می‌خوایم باز مزاحمتان میشیم حاجی صاحب. گپ نیست، بیادر ملایم هستی، بیادر خیلی ببینید حاجی صاحب، سلامت باشید، زنده باشید. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز ما برای شما تهیه کردیم. معلومات بود درباره گرگ‌ها و پشک‌ها و پرنده‌ها و دیگر. تا برنامه بعدی شما را با خدای یکتا میسپارم. لایک کنید چینل ما را سابسکرایب کنید و منتظر کامنت های مقبول شما هستیم. تا دیدار بعد، الله بدرود.